اکوی چی نغمه در شما اوخی خولا جون این کارها شما در نمیزبه سیم سالتون بجای رسیده یک کارهای میکنه که اصلا در شأن شما نمیزبه بجای آنکه جوانان را از این خیل کارهای به حیای من کنه شما باشه لباس صرف کردگی پیشی برتون کشودگی پاشو رنگ کردگی به حجاب در پوبلیک برآمده این میشه نغمه های به معنی داره نخواد یک زنی کلونی پا به لب گور رسیده همین خیل کارا را کنه جوان ها از شما چی برند میگیرن آخر از همین خیل نوارهای شما برای مردم چی فایده میرسه شما با این کارهاتون هر بیننده را به گناه میکشه ایرا و بر این گناهی هر بیننده را به دوش میگیره از الله نمیترسه شما در روایت بخاری و مسلم آمده است که پیامبر خدا درود خداوند بر او باد فرمودند همه امتی من بخشیده میشوند مگر کسانی که گناه را آشکارا انجام میدهند یعنی کسانی که گناه را پهن میکنند یا آشکارا نشان میدهند گناهی بزرگتر دارند از من به شما نصیحت در این ماه مبارک رمضان از این کارتان دست کشه رو به سوی خدا بیاره توبه کنه الله مهربان است میبخشه اگر به سوی خدا باز نگشته عذابی دردناک الله شما را منتظر است دانسته باشه